با یک برنامه جدید در خدمت شما عزیزان آمدیم که چطور میتونیم از طریق اپلیکیشن VLLO فیلم خود ادیت کنیم و در یوتیوب آپلود کنیم. امیدوارم که تا آخر ویدیو با ما باشید و بیاموزیم که چطور میتونیم از طریق قضی فیلم ادیت کنیم و تا فرمت 4K را خروجی بگیریم. امیدوارم که تا آخر ویدیو با ما باشید. خب سلام علیکم دوستای عزیز، خوش آمدید به چینل گل سنجید. امید نبیزاده هستم. امیدوارم همه تان صحتمند سر حال باشید. در این برنامه آموزشی میریم آموزش میگیریم از اپلیکیشن VLLO فیلم ادیتور یا نرم افزاری VLLO. و یک خبر دیگه دوستای عزیز، کسانی که دارنده های تلفن اندروید است و کوین ماستر استفاده میکنه، کوین ماستر رایگان استفاده میکنه که معمولا واترمارک لوگوی کوین ماستر در ویدیوهایتان میآید، لطفاً در اینستاگرام گل سنجید بر ما پیام بانین تا ما لینک کرک شده کوین ماستر را بر شما بفرستم و دانلود کنید. تشکر، زنده باشید. خب دوستای عزیز، بریم آموزش آغاز کنیم که چطور میتونیم از VLLO برای ادیت فیلم استفاده کنیم. اپستور رو باز میکنیم دوستای عزیز. اینجا سرچش میرین، اینجا نوشته میکنین دوستای عزیز VLLO. سرچ میزنین میبینین که اینجا آمد دوستای عزیز که ایرما دوستای عزیز فعلا دانلود کرده دارم و من میزنم اوپن. که شما دانلود کرده ندارین دانلود کنین. خب من ایرما میزنم اوپن دوستای عزیز، اوپن. با همچین زمینه یا با همچین تصویری سر میخورین. فعلا از ما اینا ویدیو ادیت کردم. اینجا در پایینش ویدیوهای ادیت شده ما هست، ولی اینجا معمولا خالی هست. اگر شما دانلود کنین تازه این ویدیوها نیست، ولی در بالا میبینین که علامت جمع آمده که کریکت ویدیو یا گیف، که روی زی علامت جمع کلیک میکنیم دوستای عزیز. اینجا که کلیک کردین مستقیم شما رو میبره روی گالری که میتونین روی آل باشین، روی ویدیو باشین، روی فوتو باشین یا روی گیف باشین که عکس ادیت کنیم و سرش موزیک پرتین میدونین روی عکس بزنین. اگر تنها ویدیو خواستین تنها روی ویدیو برین، یا اگر گیف خواستین روی گیف کلیک میکنین. خب ما ویدیو ادیت میکنم، میرم روی ویدیو دوستای عزیز. خب بریم ما یک ویدیو رو اد کنم دوستای عزیز. ما این ویدیو رو اد کردم دوستای عزیز. میبینین که در پایین ظاهر شد، در بغل از فولدر و کامera اینجا نشان میده. خب بعد در بالا اینجا علامت سرخ است، علامت تیر داره، روی زی کلیک میکنین. بعد اینجا براتون یک صفحه دیگه باز میشه که اینجا شما میخواید که در کدام فرمت یا در کدام چی ویدیو رو ادیت میکنین. 1:1، 4:5، 16:9 و 9:16 که برای اینستاگرام، یوتیوب و استوری یا تیک تاک. بعد در پایین اینایش هست به خاطر فیلم ها، که به خاطر کسایی که فیلم میسازه میتونه دی ادیت کنه. اونایش ما لازم نداریم. ما اکثرت برای یوتیوب چی میکنیم دوستای عزیز، همین 16:9 رو انتخاب میکنیم. بعد دوباره همین علامت سرخ رو بالا میزنیم. اینجا ویدیوتان اینجا میبینین که باز کرده. در پایین اینجا آپشن های دیگه داره دوستای عزیز. میبینین اینجا فیلتر هست، PIP یا مو پیکچر در پیکچر میتونین ویدیو رو پرتین. علامت تکس هست که علامت نوشته و پایین استرایک هست و آدیو هست که فعلا اونایش ما کار نداریم دوستای عزیز. ما فقط همین فیلم ادیت میکنیم که چه رقم ادیت کنیم. بعد در این طرف در بالای از یک علامت برگشت داره، یک علامت رد داره. در پایین از اون یک تا علامت دیگه داره که میتونین فریم در فریم یا دهمی در فریم میتونین را بک بیاین و راحت فیلم از اون منطقه که میخواین کات بزنین. بعدی طرفش هم همون رقم دوستای عزیز میبینین، همین رقم که ما ایر میزنم کات به کات، همون ثانیه به ثانیه یا دهمی ثانیه این طرف میاد. بعد اگر این بالایش بزنم در آخر کلیپ مرا میبره یا در آخر ویدیو. اگر دوباره این طرفش بزنم پس مرا میبره در اول ویدیو. بعد روی کلیپ کلیک میکنین دوستای عزیز، روی ویدیو میبینین اینجا آپشن ها باز شده دوستای عزیز.
میبینین اینجا دوستای عزیز آپشن ها باز شد. from start، from now، split، until now، until end که اینایش میبینین که این رقم است. ما اگه این ببینیم این طرف کش کنم علامت فعلا که علامت until now و split نیست، چون ما در آخر ویدیو در اول ویدیو هستم. اگه کمی پیش بیایم میبینین که split هم اضافه شد و until now هم اضافه شد. اگه بخوایم از اینجا split بزنم بیایم در این منطقه که میخوایم split بزنم میبینین تا این منطقه را این منطقه تا این منطقه را ما میخوایم کات کنم، چون زنه در پشت سر ما است، نمیخوایم قوارش بیایه یا نمیخوایم که در ویدیو این بیایه. خیلی میزم اسپلیت میبینین که از اینجا کات شد. دوباره پیش میاییم تا منطقه که این زنه است و دوباره از فرم خارج میشه. دوباره اینجا استا میکنم دوستای عزیز. اگه خواستین این طرف کم این طرف تر بیایید میتونین این منطقه دوباره از پایین این علامت چیزا میتونین فریم در فریم بک برین که خوب راحت کات کنین. بعد دوباره میزنین اسپلیت، دوباره روی زید وسطی که این کات کردین روی زیان میزنین در پایین علامت دیلیت میاد. علامت دیلیت میزنین دوستای عزیز. میبینین دیلیت شد اینجا، میبینین که اینجا دیلیت شده. بعد دوباره پیش میاییم مثلا تا این منطقه را ما میخوایم از این طرف دیگه ویدیوی ما نباشه. بعد میزنم until now یا مثلا بزنم اسپلیت که اسپلیت بزنم از اینجا قیچی میزنه و اگه until now رو بزنم او منطقه را کلا میاره دمی اندازه از می سوزن سرخ میرسانه. میزنم until now رو ما میزنم until now ببینین تا علامت سوزن سرخ او را کات کرد که از او طرف دیگه وجود نداره. خب از این دوستای عزیز اگه بخوای ویدیو اینجا اضافه کنید دوستای عزیز روی علامت در بالا روی علامت جمع کلیک میکنی تو چویز آلبوم. خب دوباره اینجا دوستای عزیز روی آلبوم کلیک کردین. اگه ویدیو خواستین روی ویدیو کلیک میکنین، اگه عکس خواستین در جای عکس میرین، اگه گیف خواستین روی گیف میرین، اگه آل خواستین روی آل. ما ویدیو انتخاب میکنم، من روی ویدیو میزنم دوستای عزیز. بعد دوباره از اینجا ویدیو خود انتخاب میکنم میزنم میبینین در پایین ظاهر شد. بعد دوباره این علامت سرخ در بالا میزنیم میبینین که در آخر ویدیوی ما این ویدیو دیگه اضافه شد. خب اضافه شد. ما میخوایم تا این منطقه رو بیاییم، بعدی را از اینجا کات بزنم، بعد دوباره پیش بیاییم تا این منطقه را دوباره اینجا کات بزنم، دوباره این طرف بک بیاییم یا پس بیاییم در پایین این دکمه دیلیت بزنم ببینید که از اینجا دیلیت شد. دوباره تا این منطقه رو میاییم این از اینجا دوباره اسپلیت میزنم یا until now رو میزنم که چی شود. اگه خواستین اینجا until now رو بزنین یا خواستین اشتباه کردین در بالا اینجا علامت برگشت داره میتونین این رو بزنین و این امی برگشت کلیپش هم در حالت قبلی برمیگرده. اگه دوباره بزنین دوباره همو کاتی که قبلا کرده بودیم او هم دوباره در حالت عادی خود در حالت کامل ویدیو تبدیل میکنه. بزنیم من اینجا اسپلیت کردم و از اینجا کات کردم و از اینجا یک ویدیو رو دیلیت کردم. دوباره این رو که من بزنم ببینین که همین ویدیو اینجا که کات کرده بودم دوباره ظاهر شد. اگه دوباره بزنم این اصلا همو کاتای ما کلش پاک میشه. اگه دوباره بزنم مثلا دوباره بزنم میبینین که اینجا دوباره اسپلیت کرده بودم. خب امیدوارم میبرتان تا این اندازه خوبش بوده باشه. دوباره خب من از اینجا کات میزنم دوباره میایم تا این منطقه را اینجا باز کات میزنم میره دیلیتش میکنم دوباره تا اینجا میایم و دوباره از اینجا را میزنم until now تا این منطقه را. خب این از اینجا شد خلاص دوستای عزیز. بعد اگه خواستین اینجا ترانزکشن یا همون که ویدیو تغییر میکنه هر رقم خواسته باشین میتونین اینجا اضافه کنین. همین در وسط ویدیو که کات زدیم میبینین که یک علامه چارگوش اینجا اضافه شده که وسطش نقطه سیاه هست. روی ایزی کلیک میکنین از اینجا میتونین ترانزکشن انتخاب کنین. از ما نسخه پولیش است. کسانی که نسخه رایگانش میخوای استفاده کنه دوستای عزیز اکثر از این ترانزکشن ها واز نیست و تنها یک چند تایشی باز است که استفاده کنین. ما فعلا کلش بر ما باز است چون ما خریدم اپلیکیشن. خب میزنیم مثلا ما اینی رو انتخاب میکنم اینجا این رقم. بعد از اینجا میبینین اینجا در بالا اینجا سرعت از این میخوایم استفاده کنین چند ثانیه طول بکشه. مثلا من میزنم 2 ثانیه.
ببینین 2 ثانیه. بعد دوباره ایره که زدین روی زی کلیپ دیگه میرین، اینجا میرین دوستای عزیز، یک ترانزکشن دیگه روی زی انتخاب میکنین. مثلا من اینی رو انتخاب میکنم، دوباره از اینجا سرعتش بیارم تا 2 ثانیه را. ببینین دوباره روی زیش کلیک میکنم، دوباره از اینجا یک ترانزکشن دیگه انتخاب میکنم. هر ترانزکشنی که خواسته باشم اینجا از ما کلش باز است و میتونم اینا را کلش استفاده کنم. من مثلا اینجا نیر استفاده میکنم. اینی ترانزکشن هایش که است ثانیه نداره، اما اندازه خودش است، اما اندازه اونا را شما دیگه تغییر داده نمیتونین. 2 ثانیه یا 1 ثانیه هست، هر چقدر هست اونمو استفاده میشه. بعد اینی دیگه راهش میتونین استفاده کنین. من مثلا اینی میزنم، مثلا من سرعت زیر میزنم در 2.5 ثانیه. ببینین دوستای عزیز، خب یزیر پایین رو میزنین دان، این خلاص شد از اینجا. خب دوستای عزیز، اینا در این ترانزکشن ها میخواین یک افکت صدا اضافه کنین در این ترانزکشن ها. خب روی آدیو کلیک میکنین. روی آدیو کلیک کردین دوستای عزیز، میرین اینجا ساوند افکت. ساوند افکت از اینجا انتخاب میکنین. هر ساوند افکت خواسته باشین اینجا هست، کلش رایگان است. بعضی هایش که شما نسخه پولیش استفاده نکنین یا نسخه رایگانش استفاده کنین اونایش باز نیست، ولی خیلی هایش باز است. ما مثلا اینجا هر افکت خواسته باشین، ساوند افکت اینجا هست، میتونین استفاده کنین. من اینجا مثلا میزنم افکت، میزنم اینیره، ایره میزنم، یا ایش میزنم، یا ایش میزنم، یا ایش میزنم. هر افکتی که ما در اینجا داشته باشم میتونم در اینجا اضافه کنم. مثلا من صدای کامرا شوتر انتخاب کردم دوستای عزیز، ایره میزنم در ترانزکشن، ایره میزنم، میرم در وسط از این قرار میدم که همون زمان که چی تغییر میکنه میبینین. خلاص از اینجا میتونین در دیگهش همه استفاده کنین. اگه دیگهش خاصی نمیره دوباره استفاده کنین. دوباره میزنین دوبلکت، اینجا میاد دوباره سر ازیش میخوای اضافه کنین، دوباره دوبلکت میزنی. دوبلکت که زدی میتونی اینجا همه افکت ها، ساوند افکت ها کلش اینجا اضافه شده دوستای عزیز. میبینین بعد اگه خواستین اینا را صدایش کم کنین، مثلا ولیوم میرن از اینجا ولیوم میشه مثلا روی 40، روی 50، روی هر چقدر که ماندین، روی 30، هرچند که شما خواسته باشین میتونین در رویش بانین. دوباره میزنین اوکی. روی دیگهش میرین، مثلا ایشرم هم رقم صدایش روی 40 ما 40 ماندم، ایشرم روی 40 میمانم و بعدیشرم روی 40. البته دوستای عزیز، هم اولین ساوند اگه انتخاب کردین تمام چیزش اول اگه درست کردین، بعد دوباره دوبلکت بزنین، کلش اونمو رقم دوبلکت میشه که ما او یادم رفته او زمان کنم و عالی انجام میره. دوباره ایش میارم، دوباره روی 40 میزنم دان. میبینین که اینجا آمده. میبینین راحت آسان. خب دوستای عزیزی، از این قسمت های بعدیش در برنامه های بعدی باتان آموزش میتیم. فعلا این خیلی وقت زمان زیاد میبره دوستای عزیز، از او خاطر من کلش نمیتونم در یک ویدیو درست کنم و برای شما هم خسته کنم میشه، دراز میشه ویدیو، شما هم تا آخرش تماشا نمیکنین. ولی اگر چی کنین کم باشه کلگی تماشا میکنم و کلگی برای شما زنده هست، یاد باشه کلگی از پیشش خطا میخوره. خب بعد حالا میریم خروجی میگیریم دوستان عزیز. در این بالا زیر باتری آیفون اینجا علامت تگمه خروجی هست، ایر میزنین. ایر که زدین اینجا شما رزولوشن ویدیو خود انتخاب میکنین و فرمت ریتش. رزولوشنش میتونین تا 4K را بگیرین و فریم ریتش میتونین تا 60 FPS بگیرین، ولی من معمولا فریم ریتش در 30 میمانم یا 25 میمانم و رزولوشنش هم دوستان عزیز میمانم در QHD که برابر است در 2560 ضرب 1440. من اینمی رو استفاده میکنم. خب اینا رو که انتخاب کردین در این پایین علامت سرخ اکسپورت است، این رو میزنین، ببینین که اکسپورت میکنه. چند ثانیه صبر کنیم، ویدیو کم بود، این را اکسپورت میکنیم. داخلش اکسپورت یک صدا میده که اکسپورت شما خلاص شده. اکسپورت ما خلاص شد دوستان عزیز. بعد از اینجا میتونین از اینجا مستقیم در اینستاگرام پرتین، میتونین مستقیم در یوتیوب پرتین یا میتونین مستقیم در فیسبوک پرتین. راحت آسان از اینجا
میتونین در یوتیوب و فیسبوک و اینستاگرام پرتین. بعد دوباره میرین خانه را بریم چک کنیم در گالری موبایل خود ما. ببینین دوستای عزیز که در گالری موبایل ما همون فیلم که ادیت کردم اینجا اضافه شد. که یک دونه خوبش باشه M50 کانون. راستی دوستای عزیز یک چیزی دیگه که با یک برنامه نمیشه کلا آموزشی از این اپلیکیشن بر شما ثبت کنم و چند برنامه دیگه هم با این اپلیکیشن ثبت میکنم که شما بیشتر آشنا شوید. با یک برنامه 10 دقیقه‌ای و 20 دقیقه‌ای نمیشه این را کامل یاد گرفت یا آموخت. خب دوستای عزیز دیدیم چقدر راحت و چقدر آسان از طریق اپلیکیشن VLLO ویدیو ادیت میکنیم و خیلی راحت ترانزکشن میندازیم، میتونیم افکت صدا پرتیم. امیدوارم که تا آخر با ما باشید و ویدیوهای بعدی را از دست ندید. سابسکرایب کنید، زنگوله را بزنید و اولین نفر باشید که ویدیوهای ما را میبینید. یک دوست عزیز ما گفته بود که کامera را چند خریدی؟ دمو آنباکسینگ کامera بر ما کامنت داده بود. ببخشید یک کم ذره دیر شد. ما کامera را در آفر خورده بود. ما 360 پوند خریدم و قیمت اصلیش فکر کنم 699 پوند است. تا ویدیوی بعد، تا قسمت بعدی، خداوند یار و مددگارتان. امیدوارم همیشه وقت سربلند، سرفراز و موفق باشید در همه امور زندگیتان. خدا نگهدار.